بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوال آمده است که کسی که علم در بالای کلمه توحید ندارد، کسی که علم بر لا اله الا الله محمد رسول الله ندارد، آیا این انسان مسلمان است؟ و آیا گفتن کلمه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله با نفهمیدن معنایش و ندانستن طلباتش و با علم نداشتن بر بالایش انسان را آیا نجات میدهد یا نه؟ بارک الله فیکم. برادرانم و خواهران موحدم، این کلمه لا اله الا الله کلمه است که تمام مخلوقات به خاطرش آفریده شده است. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما خلق نکردیم انسان ها و جن ها را مگرم به خاطر ایوحدون، این که موحد باشند، یگانه الله را عبادت بکنند. و امت اسلام هم همان وقت دینش قبول است، دینش صحیح است و الله سبحانه و تعالی از او راضی می شود که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسول را بگوید و این گفته را بفهمد که چی میگوید و علم در بالای این کلمه داشته باشد، کلمه توحید، چی طلبات داشتنش و چی مقتضای داشتنش را بفهمد و بداند و اعتقاد بکند و عمل نماید. پس این دلالت میکند که هر کسی که علم در بالای کلمه توحید ندارد، جاهل بر توحید است و فرق بین توحید و شرک را نمیداند و جدا بین کفر ایمان کرده نمیتواند، این لا اله الا الله برای او فایده ندارد. گفتن لا اله الا الله برای او فایده ندارد. او حالا مسلمان نیست، او حالا به دین وارد نشده است، داخل نشده است. زیرا فقط گفتن لا اله الا الله معنیش را نفهمیدن، طلباتش را نفهمیدن انسان را نجات نمیدهد. شرط صحت لا اله الا الله، اولین شرط صحت لا اله الا الله این علم است. علم بر همین لا اله الا الله محمد رسول الله است. شرط صحت چیست؟ یعنی همان وقت لا اله الا الله محمد رسول الله گفتن شما صحیح می شود، قبول است، درست است که شما علم بر بالای این کلمه داشته باشید، چی طلبات و مقتضا کردن این کلمه رو بدانید. و این شرط هم خود به خود به وجود آمده است. در آیات قرآن نظر بکنید به سوره محمد آیت 19: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاعلم انه لا اله الا الله استغفر لذنبك استغفر لذنبك. فعلم، پس بدان. الله امر کرده است. اصل امر دلالت به وجوب میکنه، یعنی فرض عین است. بدان ای انسان، بیاموز، بخوان، بفهم، بدان، تعلیم بگیر که نیست معبودی بر حق بجز الله. و بعد از اینکه دانستی و فهمیدی استغفار بکن و عمل بکن. یعنی عملی تو به تو همان وقت فایده دارد که نمازی تو، روزه تو، حج تو اول بفهمی که لا اله الا الله چی معنی دارد. تو اول توحید رو بفهمی و شرک رو ترک بکنی. نظر بکنید به سوره الزخرف آیه 86. الله میگه الا من شهد بالحق و هم یعلمون، کسانی نجات مییابند که اینها شهادت بر حق دادند. حق، شهادت بر حق یعنی شهادت به کلمه لا اله الا الله دادند، یعنی گفتن که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، گفتند در حالتی که و هم یعلمون، در حالتی که اونها میدانند که چی گفته ایستادند. یعنی همان وقت گفتن لا اله الا الله محمد رسول الله، همان وقت شهادت دادن، شهادتین به انسان فایده میبخشد، انسان را نجات میدهد، داخل جنت میکند، بر رضای الله میبرد که انسان بداند و بفهمد که چی گفته ایستاده است. امام بخاری رحمه الله، محمد بن اسماعیل بخاری، در صحیح بخاری یک باب را گذاشتند که
العلم قبل القول والعمل. گفتند علم پیش از قول است، پیش از سخن است و پیش از عمل کردن است. انسان پیش از این که عمل میکند و پیش از این که یک سخن میگوید باید علم داشته باشد. یعنی پیش از این که شما نماز میخونید، روزه میدارید، حج میکنید و دیگر این عملها رو انجام میدهید، صدقه میکنید، پیش از این که سخنهای زیاد ذکر میکنید، باید شما علم به یگانگی الله داشته باشید. یعنی پیش از این علم به توحید داشته باشید. کسی که علم به توحید ندارد، کسی که توحید رو نمیفهمد، کسی که شرک رو نمیفهمد و از شرک دور نمیشود، به او ذکرش و عملهای قولیش و عملهای جسمیش فایده نمیبخشد، فایده ندارد. زیرا که انسان زمانی که مراد لا اله الا الله رو نفهمید، مقصد از این کلمه لا اله الا الله و مرادش رو نفهمید، هیچگاه قلبش اعتقاد صحیح پیدا نمیکند. قلب من و شما همان وقت اعتقاد صحیح پیدا میکند. قلب من و شما همان وقت اعتقادش درست و صحیح و سالم میشود و همان وقت مسلمان حقیقی قلبا میشویم که اعتقاد ما درست میشود، موافق قرآن و سنت میشود که ما معنای لا اله الا الله محمد رسول الله رو بفهمیم، مراد از این کلمه رو فهمیم، قصد و مقصد این کلمه رو فهمیم و قصد الله رو فهمیم که چرا این کلمه رو برای ما فهمیدنش رو فرض عین کرد و چرا به خاطر این کلمه من شما رو خلق کرد. وقتی که فهمیدیم معنای کلمه رو، علم بر بالای این کلمه فهمیدیم، بعد از این اعتقاد قلبی من شما درست میشود. وقتی که اعتقاد قلبی من شما صحیح شد، پس عملی قلب صحیح میشود. بارک الله فیکم. برای همین ما میگوییم و علما گفتند که لا اله الا الله همان وقت سبب نجات انسان می شود که انسان علم در بالای این کلمه داشته باشد، عالم معنای این کلمه باشد، دلالت های این کلمه رو فهمد. پس علم این شرط از شرط های صحت کلمه توحید است. کسی که نفهمید و ندانست، لا اله الا اللهش درست و صحیح نیست. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم.